دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 11 اکتبر سال 2025 میباشد. قرار دارم در خانه خودم امروز ما با شما پیشنهاد میکنیم سه نمود انگور و مویزها رو. در یک نمود انگور رو ما پیشنهاد میکنیم سه نمود، در دیگر نمود بعد مویزها رو. این اطلاعاتی میشود موضوع ما و همچنین پیشنهاد به شما برای دسترس نمودن نیازهای همین انگورها. در نزد ما گذاشته شده است انگورهایی که از حوالی ما خودمون چیندیم، اکنون مال چیندنش رو به شما نشون ندادیم. سه نمود انگور. انگور بدانه نوعی کشمشی لامبورجینی. همین. دوم انگوری نوعی رد گلوب که ماه مای اپریل مای از خارج میبرن 70 سومون در بازار ما میستد. همین ساخت امریکایی است. این سال 80 برآمده تا حاضر از همه بسیار فروخته شونده انگور در جهان میباشد. همین و نهایت انگوری درجه عالی از جهت طعم و مزه انگوری جوسی محلی خودمان. این جوسی محلی حاضر یک تک من در شما اویدی این انگورها خاراکتریستیک میگم. یکم سر میکنیم از انگوری کشمشی بدونه لامبورجینی. اینم ساخت امریکایی میباشد. اینم دانه ندارد. برایتش رو کندیم غلطی میگیریم. من ببینید چه دراز است. در انگشتم کنم نیمی انگشتی من این 1 2 3 4 4.5 سانتیمتر است و میبریم. بسم الله الرحمن الرحیم. میبینیم که این دانه دارد یا ندارد. این در قسم پشتش گویا دانه دار آمده است، لیکن این دانه نیست. این دانه میشم گفته یک چی پیدا شده است. دانه اساسی رو من شما نشون میدم. این لامبورجینی ها. انا این رو میگیریم. حاضر رد گلوب. ما اول بیاد در ترازو برکشیم ها. لامبورجینی من دو تاش رو گیرم. مونو در بالای ترازو 10 گرم دو دانهش برآمد. کشمش لامبورجینی. رد گلوب رو میگیریم. رد گلوب بینید که نمیکند. این بسیار تا بهار میایستد و در راه بسیار جان سخت است میرود. ترانسپورتابل نمیگن رو. اینو ببینید. انا من کندم. انا ببینید. با زور زده میکنید. انا دو تا مونه ما یک تاش 11 گرم شد. من دو تاش 22 گرم شد. میتوبه یعنی رگلو یک دانهش وزنش با دو دانه لامبورجینی برابر شد. میبریم اکن داخلش رو. میبریم. میبینیم انا این دانه داره. دانه رو نشون میدیم. انا این در حقیقت دانه میگن. این رو انا این دانه است. حاضر دانه لامبورجینی رو میبریم. میبینیم انا که اینو دانه میگه. دانه این رو گیریم. این ببینید. این دانه هم نیست. این کجا این دانه است. این دانه میشوم گفته پیدا شده است. این رو رودیمنت میگن. دانه نه. این ببینید. اینا فرقیت. این دانه حقیقی در رد گلوب در لامبورجینی دانه ندارد. گفتگی من رو همین تصدیق میکند که این دانه نه. این حس نمیکنید در دهانتون. و باز میگیریم جوس محلی خودمون رو. دو دانهش رو میگیریم. انگورای ده اینا خورید. یک انگور دیگه نمیخورید. یک دانهش رو میمونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 9 گرم. 9 گرم این کم نیست. این لامبورجینی دو دانهش بگویم 10 گرم شدگی بود. این یک دانهش 9 گرم. و این رو هم
بریده به شما نشون میدم. اینم دانه دارد، اینم دانه دارد، یعنی اینم دانه های کلان کلان دارد. این دو دانه داشته باشد، جوز خودمون 3 دانه پیدا کرد. رد گلوب 2 تا بود، این 3 تا پیدا کرد منه. 2 تا نش 3 تا منه، 3 دانه کلان کلان. این برای بزرگ بسیار نغز است. این برای بزرگ نغز نه، سوپر نغز است. از همه بهترین، از همه بسیارتر در جهان فروخته می شونده این انگور است. از این 100 نهال داریم، 100 نهال داریم. از این یک 150 تا 200 نهال داریم از لامبورجینی. لامبورجینی 80 سومون، اینش هم 80 سومون نهالش. از این چند تا داریم؟ 7 دونه جوز داریم. 7 دونه جوز محلی داریم. های نهالش رو میتیم 50 سومونی. اکنون من چشیده به شما میگم که کدامش کدام مزه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. سر میکنیم از لامبورجینی. علاقه موسم گذشت کو. انگور رو باشو کشید، از قرص باز موند. این قرص میکرد. وقتی مهلت گذشت، انگوری به مزه، انگوری اینقدر شیرین نیکی جوز بریم، ولی من جوز خورم. لیکن افتش رو بینید، رنگش رو بینید، زردین رو بینید، بینید زردش رو، بازیبیش رو بینید. این در بزرگی انگور است. این رو بینید، رد گلوب. این سوپر انگور، این رو بینید. این در ریگر کاردینال هست. این پدری هم کاردینال از گلی همه رد گلوب شدگی. این با این خیلی جوز نمیشود، یعنی خیلی تنوک میشود. اینا کلونش بینید، در یک تا بخش بگی و نهایت جوسیمو به هم تو است. اکنون لامبورجینی من چشیدم، گفتم به شما مزهش نه آنقدر شیرین، لیکن برمونند جوزی محلی نیده شیرین. بسیار گوخه آدم شیرین رو ناز نمیبینن که بسیار خوشخور. اکنون این رو گیریم من این رو. بسم الله الرحمن الرحیم. که دونه دارد، لیکن مزه سیب میکند، مزه علو میکند، یک پس مزه هم دارد. تکرار میکنم، این شیرین، مزه خوشروی، بزرگی، بالای دسترخوان، همه طرف جواب بود. سلکسی امریکایی میباشد و سلکسی باباهای ما جوسی خودمون. در باباهم صدقه به این انگورای اختراع کردگیشون چنان شیرین است، چنان با مزه است که اگر این رو خورید که بسم الله الرحمن الرحیم. اینو ببینید، خودم قرص میکند. و شیرینی این فقط پختقند میبروید، پختقند امریکایی. هوای هم خیلی رقابت کرده میتوند و بدون از این دونه دور. نه این اگر خوره تمام انگور ماندن در کور. شما این رو پیشتون میکشید میخورید. این انگورها بیستن بعد چیندن تو جای خواهیم میروید. این انگور ما همین میچینید، من ما ششتیم بعد از 2 ساعت بینید که سیاه میشود، یعنی صفتی بزرگش رو گم میکند. این همینقدر کمبودی دارد. این رو در یک روز چینده در همان روز استعمال کردن در کورکی، حالا که 2-3 روز استعمال نمیشود، ویران میشود. لیکن اینها ویران نمیشوند. همدیاران عزیز، این جوز رو اگر شما در خانه‌تون کنید که از این نهال پرورش کنید. یک خاصیت هم دارد، میپوسد کم کم 2 روز دادن در کار. این در این روز 11 اکتبر در خانه ما ایستاده است، رکوردشون داده است. ببینید این خوشه 1 کیلو، 1 کیلو. اینو ببینید. خود بعد نواری نه هم شما خدا خواهد میخورم. اون همدیاران عزیز، دوستان عزیز من، یک چند نمود نهالای انگور داریم. امسال هرچی ما ارزان کردیم، آدمایی که با بسیار میگیرن با ارزان میکنیم. سال دیگه با ارزان میشود.
همون چیزی که نیست کمچین است قیمت است. اون چیزی که بسیار می شود ارزان می شود. اواتر رو از 500 سومون با 50 سومون فرو بردیم. سال دیگه خدا میدونه 40 سومون می شود 30 سومون می شود و کدام نوعی که نو برآمده سو نیولش کم است 100 200 300 دلار است البته قیمت می شود. جنجال نکنید چیزی کم قیمت می شود. چیزی طلباتش زیاد قیمت می شود. چیزی که بسیار شد ارزان می شود. ولی سوال میتن چقدر برای چی در تاجیکستان قدر باغ ها بسیار شده است و میوه ارزان نمی شود. اون قدر میوه زیاد شود اگر در هنگام 1 کیلو یک باغ زیاد شدن و 1 کیلو انگور زیاد شدن هر سال 10 کیلو اگه یک به 10 آدم زیاد شده است. آدم انگورخور زیاد شده است. برای همه اینقدر قیمتی است در ما چون که کم است هولم کم است همین پور شود بعد ارزان می شود. برای پور شدن باید ما بسیارتر باغ کنیم. من میخواهم ارزانی شود البته در تاجیکستان قیمتی با هیچ کس در کار نیست. دفع کن قیمتی رو همین ارزانی برای ارزانی ما باید مبارزه بریم کار کنیم مجبوری بازار رو ارزان نکنیم. این رو خودش باید ارزان شود اختیارا ارزان شود. هیچ کس بازار رو نظارت کردن نمیتواند. این از قاعده بیرون است. نظارت هم کردن نمی شود. خودش زیاد شد به طور اتوماتیکی این ارزان می شود. برای ما چقدر باغ بسیار کنیم همقدر بهتر برای تاجیکستان ارزانی می شود. همداران عزیز این بود یک نواری درباره این 3 نمود انگور. از ما درخواست کنید نوالاش رو ما برای شما حاضر میتونید علاقه خریداری کنید و ماهی دکبر گیرید که مثال میگیریم اینش 100 دانه است اینش 200 دانه است اینش 7 دانه است. های اواتر بسیار داریم مانیکور فینگر بسیارتر داریم. حاضر خریداری کرده پولش رو داده مونه نگه نام نویس میکنیم دکبر گرفته میبرید. در پناه خدا باشید و کدام معقول باشد یک لایک کنید.